بزن بریم بچه‌ها، یه فکتی براتون آوردم که تا حالا شاید شنیدی شاید هم نشنیدی. بزن بریم. مثلث برمودا چیه و از کجا اومده و چه قدرتایی داره؟ مثلث برمودا یا دریای مرگ یا مثلث شیطانی که بعضی با این نام شناخته میشه، بعضی با این نام میشناسنش، که میگن تا حالا 50 تا کشتی جنگی و کشتی معمولی از اونجا رد شدن و هیچ کدوم از کشتی بر نگشتن. میگن مثلث برمودا در ناحیه شرق شمالی اقیانوس اطلسه که 50 تا کشتی از اونجا رد شدن و هیچ کدوم از کشتی بر نگشتن. دلیل مشخصی ندارن و اینجا شما میگید شاید یه آب و هوای خاصی داره، مثلا نمیتونن برگردن یا هم چیزی، اما اینجا چیزیه که من میگم 21 هواپیمای جنگی یا مسافربری از اونجا رد شدن و هیچ کدوم هنوز که هنوز برنگشتن. دلیل مشخصی نداره. دانشمندا هم دارن روی این قضیه تحقیق میکنن که چرا اینجوری شده. بعضیا فکر کنن به خاطر آب و هوای خاصشه، بعضیا فکر کنن به خاطر که زیر دریاست، بعضیا فکر کنن به خاطر موجودات فضاییه. من توی فکتی که دیدم میگه مثلث برمودا یا جایی که موجودات فضایی همانن یا یه ماشین زمان خیلی بزرگی. من دقیق نمیدونم و نمیدونم چرا این علامت وسط مثلث برموداست. شما به من بگید که چیه و از کجا اومده. شما دربارش چیزی میدونید یا نه؟ برام کامنت کن.